زینب خانم قربانیست. بله خیلی بیشه بدون بیشه. هم آقای احسان عطایی هستید. بله شما هستید. بفرمایید بنشین. مریم کلام الله مجید و آینه و شمدان و 14 سکه است. بله خیلی خوب. سلام عرض میکنم آقا. قرار بود مهریه من 69 تا باشه به نیت حروف ابجد اسمم و تاریخ تولد داداش مجید، ولی چون شما 14 تا بیشتر نمیخود دیگه ما هم گفتیم هرچی آقا بگن. 14 تا بیشتر نمیخود. خدا انشالله به زندگیتون برکت میده، شیرین میکنه زندگیتون. اصل کار اینه. مهریه و اینا چیزای مهمی نیست. خیلی خوب. حالا زینب خانم من رو وکیل کنید که عقدتون رو با آقای احسان بخونم. بله آقا وکیلم؟ بله. آقای احسان من رو وکیل کنید که عقدتون رو با زینب خانم بخونم. وکیلم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. علی کتاب الله و سنت نبیه و منهاج امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. به همسری دائمی دادم خانم زینب قربانخانی رو به آقای احسان عطایی هارونیه به مهریه کلام الله آینه و شمدان و 14 سکه بهار آزادی و به شروطی که در عقدنامه قید شده. اون شروطم جزو موارد عقد ماست. همسری خانم زینب قربانخانی را برای آقای احسان عطایی هارونیه قبول کردم به همون مهریه و همون شروط. انکحت و موکلتی زینب لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. قبلت النکاح لموکلی احسان على الصداق و على الشروط. زوجت موکلتی زینب بموکلی احسان على المهر و على الشروط. قبلت التزویج لموکلی احسان على المهر و على الشروط. انشالله مبارکه. انشالله زندگی شیرین داشته باشید، با هم بسازید، با هم همکاری کنید در همه امورتون. انشالله با هم با محبت و صفا و صداقت رفتار کنید. انشالله فرزندان زیادی هم خدا